اسما خانم سلام علیکم. سلام، بالاخره من اومدم محفل. به آرزوم رسیدم. خوش اومدی دخترم، قربونت برم. میخوای یه سلام علیکی با میزبانامون بکنی؟ قبل از این که سلام علیک کنم، میزبانا لطفا به افتخار منو تماشاچی شایع بخونی. چشم حسن جان. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. سلام استاد شکر جان. سلام عزیزم، خیلی ممنون. من خوبم، شما چطوری؟ مرسی ممنون. خیلی خوش اومدی. استاد حسنه چه خبر؟ امروز جانم. با استاد شکر جان دعواتون نشده؟ تو هم میدونی عالم من اسما دقاقله هستم، 16 سالمه و 20 جز از قرآن حفظم و همچنین اهل احوازم. ماشاءالله 20 جزء قرآن و حفظ اسما. ماشاءالله ماشاءالله، واقعا ماشاءالله داره. خب حالا من حافظم، در خدمتتون چیکار کنم؟ سوال حفظ میپرسیم. بفرمایید. آماده ای؟ بله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. الله 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 الله. اسما جان آماده اید انشالله؟ بله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله بسم الله الرحمن الرحيم. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا لنكونن من الخاسرين. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. احسن احسن احسن. اسما علاوه بر این که بیماری تنفسی، پوستی و جسمی داره، مادرزاد نابیناست. با همه این اوصافی که دارید میبینید و منم توضیح دادم، حافظ 20 جزء قرآن.
آقای سلمی آیه که خون قال ربنا ظلمنا انفسنا، فکر کنم روز قیامت ما باید این آیه رو بخونیم که با وجود این حجت خدا که کسی تو این شرایط و با این سختی که یه اعوذ بالله رو با 2-3 بار نفس بکشه بخونه میره قرآن حفظ میکنه و نابینای مطلق. ما این آیه رو بخونیم قال ربنا ظلمنا انفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. بفرمایید بپرسید. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون. وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. آقا از کجا این انرژی رو آوردی اسما خانوم؟ من خیلی پر انرژی هم و با قرآن انرژی تازه افزایش پیدا میکنه. دمت گرم. تو واقعا اسما همیشه انقدر انرژی داری؟ بله، من با وجود قرآن حتی یه معجزه‌ای برام پیش اومده. بگو. من بعضی وقتا یعنی بیشتر وقتا بهتره بگم بستری میشم و خب در بیمارستان بستر میبرم، ولی وقتی قرآن میخونم دیگه بستری نمیشم یا اگرم بشم خیلی کم پیش بیاد و این خیلی برای من ارزشمنده و جالب اینه که بعضی وقتا به خاطر شرایطی که دارم مجبور میشم قرآن رو ول کنم و میبینم نه انگار بستری ها و مریضی ها و دکترها بیشتر میشه و به خصوص با آیه‌ای که خیلی آرامش میگیرم آیت الکرسیه و همین الان که با پدر مادرم میخواستی بیای برنامه و من میخواستم وارد صحنه بشم آیت الکرسی رو خوندی و خیلی به هم آرامش میده. همراه با اسما همه با هم. بفرمایید دخترم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء